منظومة البيقوني لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. چوای اینجا درباره شاذ فقط. وما يخالف ثقة فيه الملا، وما یعنی موصوله، يخالف خلاف میکند ثقه فيه در همان روایتش کرا ملا جماعت، همین چی نامیده میشده است؟ شاذ نامیده میشده است. یعنی ثقه ملا یعنی آدم ها یک جماعت اگر خلاف کند و چی نامیده میشده است؟ شاذ نامیده میشده است. روایتش چی مینامدن؟ شاذ مینامدن. برای همین یعنی تعریفش تعریف بيقوني رحمة الله عليه گفتنی که یعنی چه؟ روایت ثقة من هو اوثق منه. یعنی اینجا چه یعنی کرد؟ یعنی روایت ثقة الناس بالجماعة، لیکن یعنی به تاکید گویم یعنی چی میشه؟ یعنی روایت ثقة یعنی روایت برای من که روایت ثقة من هو اوثق منه عددا او وصفا. یعنی شاذ چی بوده است؟ شاذ روایت ثقة یعنی آدم ثقة ثقات های چی میکرده است؟ مخالفه میکرده است، وصفا یا عددا. یعنی ایننده چی میشه؟ یعنی اگر روایت مقبول روایت صدوق چی میشه ایننده؟ برای همین میگیم که ایننده بهتر تعریف بهترش روایت میگیم مخالفت المقبول من هو اوثق منه. فهمید؟ یعنی نمیگیم که ثقه گفتم مقبول که گفتیم عامتر میشه، همه در بر میگیرد، صدوق باشد، ثقه باشد، امام باشد، ثبت همه در بر میگیرد. برای روایت المقبول من هو اوثق منه وصفا او عددا او وصفا. یعنی مقبول یک آدم یعنی ثقه باشد، صدوق باشد، یعنی حدیثش مقبول، یعنی چی باشد؟ عدل و ضبط داشته باشد. یعنی ضبطش چی؟ داخل باید ضبط تام و ضبط باشد یا که خفیف و ضبط باشد. همین آدم اگر یعنی این برآمد چی بوده است؟ یعنی نعم خلاف کند، اگر روایتشان همین ثقات ها با خودش ثقات ها به مخالفه کند و چی میشده است؟ یعنی روایتش شاذ نامیده میشده است. برای همین میگیم که روایت این آدم شاذ میگیم، روایت عکسش چی میگیم؟ یعنی روایت عکسش محفوظ، روایت عکسش روایت صحیح محفوظ میگیم و این چی میگیم؟ شاذ میگیم. برای همین میگیم که هذه روایت شاذه والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. گفته اهل علم چی میکنن؟ یعنی همیننده تعریف چی میکنن؟ همیننده نه انا کنم اینجا چی موند؟ دو چیز موند. گفتیم عددا او وصفا، عددا یا که چی؟ وصفا. عددا یعنی عددا گفته چی میگیم؟ یعنی یک ثقه یا یک مقبول از خود بسیار، یعنی ثقه هایی که عددشون بسیار، دو سه نفر به چی خلاف میکند، و یا که یک نفر به چی میکند؟ خلاف میکند. لیکن میبینیم که آدمی که خلاف کرده استاد است ویش کی است؟ از این ثقه، یعنی یک نفری لیکن وصفش بلندتر است. این صدوق و چی است؟ ثقه است. فهمیدید چی میگم؟ یعنی اینه هر دوش هم چی میشده است؟ شاذ میشده است. مثال بیاریم حدیثی که میبیاریم، حدیث وائل بن حجر من حدیث وائل بن حجر روایت میکرده از حدیث وائل بن حجر تقریبا حدیث وائل بن حجر تقریبا 14 نفر روایت میکنن. از این ها حماد بن سلمه، حماد بن زید، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، عبدالرزاق، معمر و عبدالعزیز درآوردی، 14 نفر روایت میکنن. چی میگن؟ روایت کردن میگن که وقتی که اشاره سبابه های میگن که رسول صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ اشاره میکرد به انگشتش، همین اشاره به انگشت سبابهش یا سبابه فقط چی میکرد؟ اشاره میکرد. انا کنم 14 نفر به خلاف کرده، تنها زائد ابن قدام رحمت الله علیه، زائد ابن قدام صاحب سنه یعنی ثقه و ثبت، لیکن چیکار زیاده خلاف کرده، گفت که یحرکها، یعنی چیکار خلاف کرد؟ ها گفتن که یشیر بها، این میگه که یحرکها. بین تحریک و بین اشاره چه است؟ فرق است. بین اشاره و بین تحریک چه است؟ فرق است. برای همین اهل علم چی میگن؟ یعنی این حدیثه شاذ به حکم کردن. به شیخ مقبل رحمت الله علیه میگه که
إن لم يكن هذا الحديث شاذا فلا أدري ما هو شاذ. اگر یعنی یک ثقه 14 نفر مخالفه کند اگر این شاذ نامیده نشود پس شاذ چی است؟ والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. الى قادها گرفتیم که الى یا نگرفتیم؟